سلام، دکتر ریحانه بنی هاشمی هستم، روانشناس اعتیاد و خانواده. آیا می‌دانید اعتیاد آقایان با خانم‌ها متفاوت است؟ با من همراه باشید تا به تفاوت اعتیاد در زنان و مردان بپردازیم. تئوری‌های مبتنی بر دانش‌های تجربی و زیست شناختی بیان می‌کنند که بدن زنان از نظر زیستی نسبت به اثرات الکل، تنباکو و دیگر داروها حساس‌تر از بدن مردان است. تحریک پذیری ناشی از مصرف مواد مخدر در زنان به مراتب بیشتر از مردان است و برخی از مشکلات مربوط به مصرف مواد مخدر و الکل مانند بیماری‌های کبدی مربوط به الکل رو خیلی زودتر از مردان نشون داده. پژوهشگران اظهار دارند که زنان سریعتر از مردان نسبت به مواد مصرفی وابستگی نشان می‌دهند. زنان به هنگام اعتیاد به دلیل دوره ماهیانه‌شان در مقایسه با مردان کمتر به معالجه و روان درمانی و حتی جایگزین کردن نیکوتین جواب می‌دهند. اکثر زنان معتاد با دوستانی در ارتباط هستند که آنها نیز معتاد هستند. این دوستان موانع جدی برای درمان خودشون و جفتشون هست، زیرا زنان به سختی تحت تاثیر نگرش این دوستان یا زوجهایشان در زمینه درمان هستند. زنان دارای شریک جنسی معتاد اغلب در دنبال کردن درمان نیز ناتوان هستند. یک بررسی ملی درباره زنان معتاد آمریکا به این نتیجه رسیده که زنان نسبت به مردان احتمال کمتری دارد که خانواده یا دوستانشان آنها را به ترک اعتیاد تشویق کند و روابط خانوادگی یا روابط دوستانه حمایت کمتری از زنان در مقایسه با مردان به هنگام درمان به عمل می‌آورد.